مثلا این چیه؟ دارو برای چشه؟ ببینم. نه برای چشه؟ ببینم. شما یه بگید. نه برای چشه؟ برای چشه؟ آقا امروز چه روز شلوغی بود. مدرسه دکتره چی بود دکتره دا سندگی ببین خدا من یکی میگیره جاتو رو تنم کبودیه بو وقت کی برات شعر میخونه؟ چی میخواد؟ این چیه؟ برای چشه؟ دکتر داده. من ضمیر ناخودآگاهم خر که نیستم. این برای چشه؟ دکتر داده برای چشه؟ من نمیدونم. گفت اینو بزن به چشه. آقا کی قطرش این شکلیه؟ پماده. این پماده؟ پماد قد شله؟ نمیدونم. قطره اینقدر سفته؟ این یه چیزی مابینه. چشم درد میکنه زده به سرم. ولم کن. من دکتر داده به من چه؟ آقا این چیه؟ این واقعا شبیه کرمه؟ من چه میدونم به من چه که شبیه چیه؟ گفت اینو چیکارش کن؟ گفت اینو 2 وعده صبح شب یه هفته بزن به چشت. چجوری بریزی تو چشه؟ آره گفت بریز تو چشت. خب میگفتی خودم میریختن توش. میگی چیه؟ نه دکترت کجا رفتی دکتر؟ منظور تو بگو. این چقدر لاشیه. تام پد چیز دادن قبول میکنی؟ دکتر بود. حالا نظر تو چیه؟ این چیه؟ من چیکارش کنم؟ بزنم؟ آقا شما یه بدون من. این شبیه چیه؟ شبیه عجب خریه. زمین ناخودآگاه چه گابی شده. این شبیه چیه؟ میخوام بهش فکر کنم ولی نمیتونم فکر کنم. چرا؟ یعنی میدونم چیه ولی نمیفهمم چیه. این پماد دکتر است. پماد دکتر؟ پماد وجودی دکتر. نگاه بچه های دکتر رو از این ور وی از این ور وی از این ور. من یه آدم میتونه پماد ببین؟ نه خود اینو چیز پماده و یعنی منم از اینا دارم شبیه این. البته این پماده دکتر داده. دکتر اینو دکتر داده. اون معتاده چرا اونجوری شد پس؟ ای تو جمع درشو باز کن. بوشین بار تیز نیست. شاید به خاطر اینکه ضد عفونی کنه چشمو. نگاه شاید باتی به خاطر اینکه ضد عفونی کنه چشمو اینجوری شده. آقا چه اینقدر گاهوده. اولا که صبح نمیخواد بری مدرسه. بعد چی؟ با این چشم میخواد بری چیکار کنی؟ دوباره میخوام میزنم ساندویچ بوده. کوزیشر انقدر ساندویچو با انقدر پهنا ازم گرفتن. همه میگن زده، ما میگیم زده. آره ببینم بله ولی اینو نزن. چیکار کنم؟ الان من چیکار کنم؟ بدتر نیست سوزون. الان من چیکار کنم چشم خوب بشه؟ تو به من راه کار بده. این با اکسیژن قاطی شده بوی اتاقو میگیره کزن. الان تو به من راه کار بده. من چیکار کنم چشم خوب بشه؟ خب اینو تو می‌خواستی از دکتر بگیری خب خودت میزدی. بابا این داروه. چی بگم؟ الان چیکار کنم؟ چی میگیره؟ ببین اونجا گمان نشسته دست رو من بلند کرد. الان هم دست تو رو من بلند کرد. یه بار دیگه دست رو من بلند کنی
به گناهانی وادارت کنم که در جهنم چوب در آستینت بکنم. خانم من چی کار میکنی؟ بمان اینو شما بگیر مصرف کن کاری به ما نداری؟ برو موضوع کتم برو نریارت برو بذار شب راحت بخوابم برو میخوام بخوابم برو